آفرینش آدم علیه السلام در باور اسلامی، خداوند آدم را از گل آفرید. در قرآن آمده که او را از خاک شکل داد و از روح خود در او دمید. بعد از آفرینشش به فرشتگان دستور داد به احترام او سجده کنند. همه سجده کردند جز ابلیس که از روی تکبر گفت من از آتشم، او از خاک. و همین شد آغاز دشمنی قدیمی شیطان با انسان. زندگی در بهشت آدم همراه با همسرش حوا در بهشت زندگی می کردند. اجازه داشتند از همه نعمتها استفاده کنند جز نزدیک شدن به یک درخت خاص. اما وسوسه شیطان کار خودش را کرد. آنها از آن درخت خوردند و به زمین فرستاده شدند. نه، این پایان داستان نبود. این تازه شروعش بود. توبه و آغاز زندگی روی زمین. آدم و حوا پشیمان شدند و از خدا طلب بخشش کردند. طبق روایت‌ها خداوند توبهشان را پذیرفت. آنها روی زمین زندگی را آغاز کردند، صاحب فرزند شدند و نسل انسان ادامه پیدا کرد. آدم نخستین پیامبر هم بود و به فرزندانش راه درست زندگی را آموزش می‌داد. داستان هابیل و قابیل یکی از مشهورترین بخش‌های این قصه ماجرای دو پسر آدم است، هابیل و قابیل. هر دو قربانی برای خدا آوردند، اما قربانی هابیل پذیرفته شد و قربانی قابیل نه. حسادت مثل همیشه عقل را خاموش کرد و قابیل برادرش را کشت. اولین قتل در تاریخ بشر. شروعی نه چندان افتخارآمیز برای نسل انسان. درس‌های این داستان: این قصه ها فقط روایت تاریخی نیستند. درباره تکبر، وسوسه، توبه، حسادت و مسئولیت انسانند. یعنی همان چیزهایی که هنوز هم بعد از هزاران سال بشر با آنها دست و پنجه نرم می کند. پیشرفت تکنولوژی کردیم، ولی با حسادت و غرور هنوز مشکل داریم. تحسین برانگیز است واقعاً.